سلام علیکم، خوبین شما؟ آقا امروز دوباره تو رشت هستیم و 30 بهمن 1400 اومدیم سبز میدون رشت رو بهتون نشون بدیم. سبز میدون رشت این ورش یه سینما داره که یه فیلمی هم گرفتیم اینجا گذاشتیم، برین حتما ببینین. ولی جای دیدنی، خیلی خاطره دارن ازش، از خود سبز میدون رشت. البته سبز میدون خیلی از شهرها سبز میدون داره، ولی سبز میدون رشت هم پر از خاطره است. بریم ببینیم چطوره. اول این کبوترهای خوشگلشو ببینیم. بیشتر شده شهر کبوتر. بامزه است. خب یک کات بدیم. همچین که میایم این وسط یه میدونی هست. البته قبلا اینجا چیز بود، خود مجسمه فرح بود، من یادمه قبل از انقلاب. الان بعد از انقلاب این مجسمه های دکتر بهزاد، پروفسور رضا، اینا شمالی رشتی هستن. پروفسور رضا، پروفسور مجید صمیمی، آن آدمای درستی سالی هستن خودش. پروفسور اکبرزاده. کاش می نوشتن که چی کاره هستن و چطور. آره کاش می نوشتن. بریم از این های دوری بزنیم، از این گوشه کاملا سبز میدون دور بزنیم، بهتون نشون بدیم. این همون سینما 22 بهمنه که ما ازش فیلم هم داریم توش، با بهنام عزیز توش رفتیم و پر از خاطره بود. این گوشه هم دارن شطرنج بازی میکنن و بجور بزنیه. سلام، چی بزنیه؟ از چی داریم فیلم میگیریم؟ از بردن کی داریم فیلم میگیریم؟ از هیچی، از لذت بردن دو نفر. چرا خوب، آفرین، این قشنگه، این بازی قشنگه، از لذت بردن دو نفر. دم شما گرم. با اجازه. خب اینجا ببینیم چه خبره. سلام علیکم. سلام علیکم. یه بازی جذابی نرسیدی جذاب شد بازی. بله آقا اونجا بزن بود. اونجا بزن بود. الان معلومه دیگه. داره جذابیت ایجاد میشه. 4 تا زدن دیگه. تقریبا حواسشونو پرت نکنیم آقا، بریم. فعلا باید. خب بریم اینجا هم ببین، دو مرد متفکر اینجا دارن بازی میکنن. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا قوت. سلام. حرکتی انجام نشد. بس به موقع داره میشم که آها فعلا باید. خدا بس این مشغول هم دیگه. دور مردان قدیمیه. اونجا بازی تموم شد. سلام علیکم. سلام.
تموم شد اون. کی برد آقا؟ این آقا برد. این آخرین حرکت بود داره؟ آخرین حرکت اینجا. سلام علیکم، خدا قوت. سلام علیکم. بریم ادامه سبز میدون رو ببینیم از این گوشه. خب بریم از این دالان بریم و از این دالان بیایم بیرون. اینجا هم جای نشستن و استراحت و چه هوایی خش. این درخت های شبیه درخت های انبر. خب بریم تا اون ته سبزیجاتون دور بزنیم بریم. اینجا پاتوق خیلی از بچه ها بوده. مجسمه نامرتبی بهجت فومنی. بهجت فومنی. خوبه شهر، البته شهر با مزه و خوشگلیه. تابستون و بهارش هم که خیلی لذت بخشه. جدیدن هم شهرداری کارهای خوبی کرده. اکبر رادی نویسنده است. اکبر رادی، پیرسرای رشت. یه ولاگ هم میگیریم برای پیرسرا میذاریم اصلا. اکبر رادی. میریم ادامه. اینجا یه کتابخونه ای هست که از قدیم بوده. چه لوژانه که قشنگی هم درست کردن مالا. دوری بزنیم. اینم ضلع جنوبی خود سبز میدون میشه. بیا لوسی. خب اینجا تندیس یعنی سردیس شیون فومنی هست. شیون فومنی هم یکی از شاعران مردمی گیلانه که خیلی معروفه. تا قبل میشین مردمه من قبل نمایم، یعنی تا قبله من مردم هستن من قبل نما هستم. قشنگ. آفرین. خب این فضا رو ببینیم. این من به لاکانی میخوره. اینم که ورودی خود سبز میدونه. و اینجا هم پاتوق آدم های مختلف، هنرمندان، دوستان میشینن گپ میزنن. این هم همون کتابخونه است.
میدون خوشگلی داره، سبز هم هست دیگه، میدون سبز. نادر گلچین خواننده موسیقی سنتی سرویس نادر گلچین. بیا سگو داره با بچه مقایسه میکنه. بریم ناصر مسعودی خواننده سنتی ایلکی به احتمالات خیلی هاتون میشناسیم. ناصر مسعودی این دورورش هم سری پاساژ و اینا درست کردن. جالبه این میوه‌ای که اینجاست کوتکوته بهش میگن، کوتکوته میوه خوشگلیه. رسیدیم به همین میدونه. دوباره این کبوترها و بچه ها بچه هایی که باشون کیف میکنن. خب امیدوارم که از این ویدیومون خوشتون اومده باشه. اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، حتما ما رو دنبال کنید، چون فیلم های خیلی خوشگلی داریم میذاریم و گذاشتیم و بقیه فیلم ها رو هم ببینید. مرسی از شما.